اوکی، این ویدیو رو میخوام با یه سوال شروع کنم. میدونید سندروم استکهلم چیه؟ احتمالاً بیشترتون درباره سندروم استکهلم شنیدید. اگرم نشنیدید و نمیدونید چیه، براتون تعریفش رو میگم، ولی یه خورده دیگه. اما اونایی که شنیدین شاید ندونید که این اصطلاح از کجا اومده. الان بهتون میگم. در روز 23 آگوست سال 1973 یک سرقت مسلحانه در یکی از بزرگترین بانک‌های شهر استکهلم در سوئد توسط مجرمی به نام جان اریک اولسون اتفاق افتاد. توی اون روز اون تمام کارکنان بانک رو به عنوان گروگان گرفت. یعنی یه حرکت لاکاسا د پاپلی روشون زد. راستی لاکاسا د پاپل رو دیدین؟ ندیدین؟ واقعا ندیدی؟ خب خوش به حالتون اگه ندیدین. گاهی فکر میکنم چی میشد اسپانیایی بودم میرفتم بانک بعد یکی مثل برلین گروگان میگرفتتم. خیلی زیبا رویایی نیست؟ بگذریم. بعد از گروگانگیری طرف پلیس رو تهدید کرد که اگه وارد عمل بشه اونا رو خواهد کشت. این وضعیت تا 6 روز ادامه داشت و در نهایت در 29 آگوست جان دستگیر شد و گروگان‌ها به خونه هاشون برگشتن و همه چی به خیر و خوشی تموم شد. اما نکته عجیب اینه که بعد از محاکمه جان هیچ کدوم از گروگان‌ها حاضر نشدن علیه شهادت بدن و فقط این نبود، اونا کمپین هایی برای جمع‌آوری کمک مالی برای جان راه اندازی کردن تا بتونه وکیل بگیره و از حقش دفاع کنه. بله درست شنیدید، کمک مالی برای یک مجرم. به این ترتیب ما با سندروم استکهلم آشنا میشیم. پدیده‌ای روانی که در اون گروگان نسبت به گروگانگیر حس همدلی، همدردی و وفاداری پیدا میکنه و در مواقعی این حس وفاداری تا جاییه که از کسی که جان، مال و آزادیش رو تهدید کرده دفاع و با اختیار و علاقه خودش رو تسلیمش میکنه. و بعد بگم متاسفانه این حالت نادر نیست و در زندگی واقعی هم دیده میشه. خیلی از ماها ممکنه دچارش شیم و حتی تو هنر سینما هم به تصویر کشیده شده، مثل رابطه جوکر و هارلی کوین یا مثلا دنور و مونیکا تو سریال لاکاسا که نمونه‌های ساده از این روابط سمی هستن. در روابط سمی فردی که آسیب زننده است از این روابط سوء استفاده میکنه تا انرژی منفی و عقده‌های روانیش رو تخلیه کنه. در عوض قربانی توی این روابط احساس امنیت کاذب میکنه و فکر میکنه که با داشتن یک دوست دیگه احساس تنهایی نمیکنه، اما در واقع اون سلامت روانش، عزت نفسش، حال خوبش و چیزای دیگر رو توی این رابطه داره از دست میده. و روابط سمی تنها محدود به دوستی ها نیست، میتونه بین دو زوج باشه، بین فامیل باشه و متاسفانه میتونه در خانواده هم وجود داشته باشه. از نشانه های یک فرد سمی اینه که همواره نقش قربانی رو بازی میکنه، در حالی که واقعا قربانی نیست. مثلا ممکنه بارها و بارها از زندگی شکایت کنه، اما به محض اینکه صحبتتون تموم شد اینجوریه که شاید حتی در لحظه هم نشونش نده، اما بعد تو استوریاش اوج بدبختیشو میبینی. هر وقتم میبینته دوباره شروع میکنه به زدن همون حرفا. اما چرا این کارو میکنه؟ این کارو میکنه که باهاش همدردی کنی، یا اینکه یه خواسته ای داره که میخواد تو انجامش بدی. یه وقتایی هم اگه از شما چیزی بخواد تهدیدتون میکنه که اگه فلان کارو نکنی فلان کارو میکنم. مثل من که الان دارم تهدیدتون میکنم و میگم اگه لایک و سابسکرایب نکنید من خیلی ناراحت میشم. افراد سمی معمولا تفکرات بسیار منفی دارن که وقتی باشون صحبت میکنی یه حال بدی میگیری، انگار افسردت میکنن. معمولا هم کلی وعده وعید میدن که هیچ وقت بهش عمل نمیکنن. از یه طرف دیگه هم بعضیاشون اینجوریان که خیلی به خودشون مطمئنن و رو همه عیب و ایرادی میذارن، فکر میکنن همیشه حق با اوناست، یعنی انگار که آسمون پاره شده اینا افتادن زمین. وقتی هم ازشون چیزی میخوای یا میخوای همینجوری عادی باشون حرف بزنی بهت بی‌توجهی میکنن، میکنن جواب نمیدن، کلا جوابتو نمیدن که نمیدن تا وقتی که خودشون باهات کار دارن، اون موقع است که باهات حرف میزنن. تازه اگه چیزی هم از مشکلات خودت بهشون بگی انقدر حرف میزنه تا یه جورایی ثابت کنه از تو بدبختره و مشکلات تو در برابر مشکلات اون هیچی نیست. اگه شخصی تو زندگیتون هست که یکی از این ویژگی ها رو داره، متاسفانه باید بگم که شما با یک فرد سمی در ارتباطید یا در یک رابطه سمی قرار دارید. اما چرا رهایی از روابط سمی سخته؟ در روابط سمی قربانی معمولا به دلایل غیر واقعی مثل نمیخوام مشکل ایجاد کنم یا نمیخوام کسی رو آزار بدم از این بهونه ها میاره تا رابطه رو ادامه بده.
اما خب داره روی سرنوشتش، عزت نفسش و روانش تاثیر منفی میذاره. چون نمیتونه با این مشکل روبرو بشه، خودش رو قانع میکنه که باید خوب و متواضع باشه و مشکلی برای کسی ایجاد نکنه. رفتار قربانی ممکنه ناشی از محیطی باشه که فرد در اون بزرگ شده. این یک حقیقته که برخی از خانواده‌ها شیوه‌های سمی در تعامل با فرزندانشون دارن، به طوری که اگه کودکی در سن پایین تحت تاثیر این نوع رفتارها قرار بگیره، وقتی بزرگ بشه هم دچار عقده‌های روانی مشابهی میشه. یعنی وقتی بزرگ میشه به این باور میرسه که باید همیشه دیگران رو راضی کنه تا توجه و محبتی که میخواد رو به دست بیاره. چون همش اینجوری فکر میکنه که اگه این کارو بکنم مردم دوستم دارن و اگه این کارو نکنم ترکم میکنن و به خاطر همین ترسش ازش سوء استفاده میشه. علاوه بر این گاهی رهایی از روابط سمی به این علت سخت میشه که فرد مدت طولانی رو با اون شخص سپری کرده و زمان و تلاش زیادی برای حفظ این دوستی صرف کرده و خب این طبیعیه که رها کردن چیزی که برایش زمان و انرژی زیادی گذاشتیم سخت باشه، به خصوص که بدن و ذهن ما به وضعیت‌های آشنا عادت میکنه و همه این مسائل باعث میشه که در رهایی از روابط سمی دچار مشکل شیم. اما اینو بدونید اگه از کودکی با افراد سمی در ارتباط بودید یا مدت طولانی رو با یک شخص سمی وقت گذروندید، این فرد میتونه به سلامت روانی شما آسیب بزنه و شما رو به شخصی ضعیف و فاقد احترام تبدیل کنه و جلوی پیشرفت شما رو بگیره. مگه اینکه جلوش رو بگیرید. 1. قبول کنید که نمیتونید اونا رو تغییر بدید. یکی از دلایل موندن تو روابط سمی اینه که فرد فکر میکنه میتونه دیگران رو تغییر بده یا اشتباهات اونها رو اصلاح کنه. فرد سمی همونطور که گفتیم میتونه دوست، خواهر یا همسر شما باشه، اما هر چقدر دوستشون داشته باشید نمیتونید تغییرشون بدید. این یه واقعیته، قبولش کن. مردم تغییر نمیکنن مگه اینکه خودشون بخوان تغییر کنن. 2. یاد بگیرید که بیشتر نه بگید. گفتن نه به چیزایی که نمیخواید انجام بدید اصلاً چیز بدی نیست. هیچ وقت نبوده. من خیلی با این موضوع درگیر بودم. خیلی برام سخت بود نگفتن. فکر میکردم اگه نبگم بی احترامیه، ناراحت میشن ازم. اما اینطور نیست. اگه دوستت ازت میخواد بری بیرون ولی حالشو نداری، بگو نه. عادیه. اگه ازت کاری خواستن وقت نداری انجام بدی، بگو نه. و اگه کسی به خاطر نگفتنت بهت بی احترامی کرد، از حق دفاع کن. جلوش وایسا. ما برده آدما نیستیم. محکم باش برخورد کن. فکر نکنی ازت متنفر میشن یا چیزی ازت کم میشه. اتفاقا گفتن نه به معنای احترام به خودت و تعیین حد و حدود برای دیگرانه. حتی اینجوری بقیه بیشتر جدیت میگیرن و بهت احترام میذارن. و اگه کسی غیر از اینو بهت گفت، ازش دور شو، چون این آدم سمیه. 3. ارتباطتون رو با فرد سمی قطع کنید. باهاش تماس نگیرید. تو شبکه‌های اجتماعی بلاکش کنید. چون وقتی تو شبکه‌های اجتماعی ببینینش، احساسات منفی و خاطرات بدی رو به یادت میاره. و اگه اون شخصیه که در دنیای واقعی باش در ارتباطی، سعی کن از مکانهایی که در اونها حضور داره دوری کنی. این بهت کمک میکنه که زودتر مووان کنی و دیگه بهش فکر نکنی. یعنی اگه دوستش داری. در آخر یادتون باشه که شما همیشه شایسته بهترین ها هستید. شما حق دارید که دیگران باهاتون با احترام رفتار کنن و احساس امنیت واقعی در روابط خودتون داشته باشید، چه با خانواده، دوستان یا هر کس دیگه‌ای. اگه کسی چیزی غیر از این بهتون گفت، از خودتون دفاع کنید یا راهتون رو بکشید برید. یادتون نره که افراد سمی به ندرت تغییر میکنن و معمولا نیتی برای تغییر رفتار سمی خودشون ندارن و شما نمیتونید تغییرشون بدید. شما فقط میتونید توی خودتون تغییر ایجاد کنید. پس لطفاً یکم خودخواه باش و خودت رو اولویت قرار بده، چون تنها کسی که تا آخر عمرت باهات میمونه فقط خودتی.